برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، همتون را به خاطر الله دوست دارم و خواهم داشت و شما جزو بهترین سرمایه های زندگی من هستید. توفیقاتتون مستدام و همیشه در پناه و حفظ الله باشید. یکی از این فرصتهای بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است. این موسم خیری که خداوند تبارک و تعالی در منتهای مهربانی و خیرخواهی به بندگانش عنایت فرمودند. در حقیقت این یک توجه خاص و ویژه است از جانب پروردگار عزیز و دوست داشتنی که این طور بندگانش را با چنین برنامه‌های نورانی و روحانی نوازش و آنها را با رمضان نورباران و رحمت باران می کند. رمضان فرصتی است برای تغییر و تبدیل، بله، تبدیل به احسن، و نه تنها برای کسب ثواب و حسنات و انجام عبادت‌هایی که غالباً به عادت نزدیکترن تا به عبادت. ماه مبارک رمضان ماهی است که فضیلت و بزرگی و برکتش بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست. ماهی که می توانیم به لطف پروردگار آن را بهانه‌ای برای یک شروع و آغاز خوب و حقیقی و واقعی در زندگیمان قرار دهیم. شروعی محکم و با صلابت همراه با پایداری و استقامت. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، باید یک بار برای همیشه تصمیم درست و صحیح عمرمان را بگیریم و درنگ و تأخیر هم نکنیم، چون وقت خیلی تنگ و کم است و ملک الموت هم بالمرصاد کمین گرفته. اذا عزمت فتوکل علی الله، اگر تصمیم گرفتی و عزم و اراده کردی پس بر خدا توکل کن. باید اقدام جدی برای تغییر کرد، تغییر خود، خانواده و جامعه، اقدامی برای خلاص شدن از بند جهل و گمراهی و شرک و کفر و غفلت و بی‌مسئولیتی و بی‌بندوباری و فسادی که زندگی ما و فرزندان و دوستان و برادران و خواهران